چرا سازمان جهانی بهداشت آلودگی هوا رو یه فوریت سلامت عمومی اساسی تلقی میکنه؟ آیا برای کسایی که در مناطقی با سطح بالای آلودگی هوا زندگی میکنن کووید 19 اثر متفاوتی داره؟ سلام، به این قسمت از علم در 5 دقیقه خوش اومدین. من ویسمیتا گوپتا اسمیتم و امروز با دکتر ماریا نیرا صحبت میکنیم. خوش اومدی ماریا. با این سوال شروع میکنیم که چرا سازمان جهانی بهداشت آلودگی هوا رو یه فوریت سلامت عمومی اساسی تلقی میکنه؟ سلام به همگی. خب زمانی که با 7 میلیون مرگ زودرس در سال، دقت کنید هر سال طرف باشید که با قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا مرتبطه، مطمئناً همه موافقن که این یه مسئله سلامت عمومی مهمه. در واقع از هر 10 نفر مردم دنیا 9 نفر، به ویژه اونایی که در شهرها زندگی میکنن، تو هوایی نفس میکشن که بر اساس راهنمودهای سازمان جهانی بهداشت در مورد کیفیت هوای تنفسی از استاندارد خوبی برخوردار نیست. و باید این نکته رو اذعان کنم، سالها بر این باور بودیم که بیشتر بیماری‌های مرتبط با تنفس هوای آلوده فقط بر دستگاه تنفسی ما اثر میذارن. البته این امر تا حد زیادی درسته. قرارگیری در معرض هوای آلوده عامل بروز بیماری‌های انسدادی مزمن ریوی، سرطان ریه، ذات‌الریه و بیماری‌های دیگه است. اما علاوه بر اینها، حالا میدونیم که این ذرات سمی به ریه‌های ما و از اونجا به جریان خون وارد میشه و به دستگاه قلبی عروقی خواهد رسید. سپس به بیماری‌های تنگی عروق قلبی، اختلالات عصبی، سکته، مشکلات دستگاه تولید مثل و دیگر مشکلات سلامت عمومی منجر خواهد شد. پس همونطور که میتونید تصور کنید، همه این دلایل به ما میگن که آلودگی هوا یکی از بزرگترین مشکلات سلامت عمومی امروزه. ماریا، وقتی شخصی تو محیطی به شدت آلوده زندگی میکنه که سطح آلودگی هوا در اون خیلی زیاده، آیا کووید 19 به شکلی متفاوت بر اون اثر میذاره؟ بله، حالا شواهد علمی بیشتری برای این موضوع داریم. یه دلیلش اینه که قرار گرفتن در معرض هوای آلوده به مدت طولانی بر سیستم ایمنی شما اثر میذاره و در نتیجه شما رو مستعد انواع بیماری‌های تنفسی میکنه. و خب مسلماً کووید 19 یه بیماری تنفسی. علاوه بر این، ما میدونیم که هوای آلوده خطر بیماری‌های مزمن مثل بیماری‌های قلبی ریوی، بیماری‌های متابولیک و دیابت رو افزایش میده. اینم میتونم بگم حالا هممون میدونیم که این بیماری‌ها به اصطلاح بیماری‌های همزمان هستن که خطر ابتلای شدید به بیماری‌ها و حتی پیامدهای متأخر و طولانی کووید 19 رو افزایش خواهد داد. پس بله ماریا، زمانی که به آلودگی هوا فکر میکنیم، اینطور به نظر میرسه که مقیاس اون خیلی بزرگتر از اونه که بتونیم برای کاهشش کاری بکنیم. برای ما مثالایی بزن از اقدامات دولت‌ها و سازمان‌ها که واقعاً به کاهش آلودگی هوا کمک کردن. خب مشخصاً بهترین راه برای کاهش آلودگی هوا توقف سوزوندن سوختهای فسیلیه. منظورم اینه که احتراق سوختهای فسیلی نه تنها در تغییرات اقلیمی، بلکه در تولید این حجم بالای آلاینده‌ها که نهایتاً از ریه‌های ما سر در میارن نقش دارن. بنابراین تغییر سیاست در زمینه نوع سوخت مصرفی یکی از مؤثرترین راه‌ها خواهد بود. قانون تصویب کنید، راهنمودهای سازمان جهانی بهداشت در زمینه کیفیت هوا رو پیاده کنید. اما اگر بخوایم در مورد اقدامات عینی صحبت کنیم، البته در سطح شهر اقداماتی به منظور تغییر در سیستم‌های حمل و نقل عمومی در دست اجراست، از جمله ترویج روش‌های پایدارتر حمل و نقل عمومی، کاهش استفاده از خودروهای شخصی، مصرف بهینه‌تر انرژی در ساختمان‌ها و کاهش حجم ترافیک در نقاط معین. حالا ما میتونیم ببینیم که همه این اقدامات در جا مؤثر هستند و پیامدهای مثبت فوری دارن. مسلماً بهترین کاری که به عنوان یک فرد میتونید انجام بدید اینه که به دولت مردان و شهردارانتون فشار بیارید. مطمئن بشید که تو شهراتون سیستم هایی برای پایش کیفیت هوا نصب بشه و همچنین فشار بیارید که این تدابیر در سطوح سیاسی اتخاذ بشن.
اگر وضعیت آلودگی هوا واقعاً بده، چنانچه اقدامی صورت بدیم جای امیدواریه. به عنوان مثال میتونید ببینید که تو کشورهای اروپایی یا آمریکای شمالی شرایط نسبت به 20 سال پیش خیلی بهتر شده. البته تو قسمت‌های دیگه دنیا هنوز فاصله زیادی با این شرایط داریم و لازم اقداماتی رو در زمینه حمل و نقل پایدار، استفاده مدرن و پاک از منابع انرژی و تمامی روش‌های مصرف و بازیافت صورت بدیم و به این ترتیب میتونیم بر مشکل بزرگ آلودگی هوا غلبه کنیم. از میان برداشتن عوامل تغییرات اقلیمی همچنین به کاهش آلودگی هوا و در نتیجه به ارتقای سلامت ما کمک خواهد کرد. به خاطر توضیح این ارتباط تنگاتنگ بین سلامت انسانها و سلامت زمین خیلی ممنونی ماریا. این بود علم در 5 دقیقه امروز. تا نوبتی دیگر سلامت، ایمن و به علم پایبند باشید.